اول ویدیو دارم بهت میگم اگه جنبشو نداری خدا وکیلی این ویدیو رو نگاه نکن. بزن سلام رفقا، افز هستم. خیلی خوش اومدین به اتاق من. همینجوری میبینید ساده و قشنگ. اینجام توی روزای اول سال 2026 کریسمس رو بهتون تبریک میگم. من اینجام تا توی روزای اول سال 2026 توی این روزای زمستونی و قشنگ براتون یه سری فیلم‌های ترسناک که توی حال و هوای کریسمس ساخته شده رو معرفی کنم. پس اگه واقعا جنبشو نداری تا آخر این ویدیو نگاه نکن، بزن بره. ولی که برای چی وقت خودتو میگیری؟ خب بهتون قول میدم این فیلمایی که قرار بهتون معرفی بکنم تایمای بیکاریتون رو خیلی قشنگتر از این چیزی که هست میکنه. میگم که با هم اولین فیلمو ببینیم که چیه. Want to put her in the mood? Watch a horror movie. Dude, she's like twice our age. I really don't think it's gonna happen. داستان این فیلم از اونجایی شروع میشه که اشلی برای تعطیلات کریسمس قرار سرکار باشه و از یه پسر بچه به اسم لوکا مراقبت کنه. خانواده‌ی لوکا کجان؟ خب معلومه، تعطیلات کریسمس رو رفتن دور. چند ساعت بعد از اومدن اشلی به اون خونه، سرکله 2 تا دوست پیدا میشه و به خونه حمله میکنن. و خب حمله دزدا توی اون وضعیت به اون خونه شرایط استرسی و هیجان انگیزی رو برای افراد رقم میزنه. و نکته جالب این فیلم اینه که شرایط اون خونه به همون وضعیت باقی نمیمونه و هرچی به صبح نزدیکتر میشن ماجرای خونه عجیبتر و ترسناکتر میشه. بتر واچ اوت اسم این فیلمه و سال 2016 ساخته شده. نمره 6.5 رو هم از سایت IMDb گرفته. خب طبیعیه که سکانس‌های این فیلم شما رو یاد سینمایی تنها در خانه بندازه. ولی تفاوت این فیلم با سینمایی تنها در خانه اون سکانس‌های هیجان انگیز و خونالودیه که توش هست. خب سینمای دوممون یکم سال تولیدش قدیمیه، ولی میشه گفتش که با اینکه این همه سال از سال تولیدش گذشته هنوز یه شاهکار توی ژانر ترسناکه. این فیلم در موضوع یک کشیشه که آگاه شده توی روز کریسمس قرار یک موجود ضد مسیح ظهور کنه. اون همش در تلاشه که جلوی این موجود رو بگیره و داره برای روبرو شدن با شیطان آماده میشه و دست به زدن گناه‌های مختلف میبره. و کل این ماجرا یک قصه کمدی تاریک جذاب ساخته. Necesito que me ayude a contactar con el demonio. ¿Qué? Tengo que vender mi alma al diablo. Aprovecho cualquier oportunidad. اسم این فیلم The Day of the Beast یا همون روز هیولا. این فیلم سال 1995 ساخته شده و نمره 7.3 از IMDb گرفته. Esta noche nacerá el anticristo. Entiende ahora por qué tenía prisa. Y no puedo hacerlo solo, necesito su ayuda. خب من به شخصه بهتون میتونم قول بدم که از دیدن این فیلم هیچ وقت پشیمون نمیشین، چون یه حس و یه تجربه کامل از یک خط داستانی کاملا هیجان انگیز رو بهتون میده. اگه از سبک فیلم‌های تینیجری خوشت میاد حتما این فیلم رو باید نگاه کنید. فیلم سینمایی سوم. Twas the night before Christmas, and all through the house, not a creature was stirring. آنا دانش آموز سال آخر دبیرستان و همش دوست داشت که از شهر کوچیک و مزخرفش بزنه بیرون. اما 2 تا مشکل داشت. اول این که مدرسه‌ش هنوز تموم نشده بود و دومی جشن کریسمس بود. What the season would bring, well that's simple. She'd stab, she'd slash, and she'd sing. اون توی همین حال و هوا بود که سرکله زامبیان پیدا میشه. حالا آنا برای زنده موندن و نجات دوست داشت و فرار از این شهر کوچیک باید بجنگه و توی این مسیر یه داستان مهیج و تا حدودی ترسناک و موزیکال شکل میگیره. آنا اند د اپوکالیپس اسم این فیلمه و سال 2018 ساخته شده و امتیاز 6.1 رو از IMDb گرفته. این سینمایی حد بین فانتزی بودن و واقع گرایانه بودن یه فیلمو خیلی خوب رعایت کرده. و اگه راستشو بخواین با اینجور فیلم‌ها ممکنه هر کسی حال نکنه، چون یک کم سبک موزیکال داره توش و یکم ممکنه بر هر کسی جالب نباشه. من خودم اصلا با اینجور فیلم‌ها حال نمی‌کنم. اگه حال نمی‌کنی اصلا سمتش نرو، اصلا دانلود نکن. فیلم آخر دیوونت میکنه، یعنی من خودم که دیوونه‌شم. خب رسیدیم به خفن ترین فیلم کریسمسی که خب من خودم عاشق این فیلمم و دیوونه‌شم قشنگ. بریم که با هم ببینیم. You survived the most famous serial killer since Jack the Ripper. این فیلم ادامه همون سریای قبلیه و چون این قسمتش توی حال و هوای کریسمسی ساخته شده توی لیست ما جا میگیره.
این سری فیلم درباره همون دلقک فراتبیعه که خب ویژگی جان سخت بودن و خشونت بالاش به چشم ما میاد. Kind of evil. What goes through your brain when he's close enough to you? You feel his breath. داستان از اونجایی شروع میشه که این دلقک به سمت تیمارستان میره تا آخرین بازماندهشون که یه دختر کوچولو هست و نجات بده. بعد از نجات اون دختر اینا به یه خونه متروکه میرن. خیلی طول نمیکشه که چند تا جوون خوشون به اون خونه باز میشه و با این دلقک روبرو میشن و این دلقک هم قصد کشتن اینا رو داره. این داستان قرار هیجان و استرس زیادی رو بهتون منتقل کنه. He's scaring me too. Hey, Santa's handing out presents! اسم این فیلم تریفایر هست و سال 2024 ساخته شده و امتیاز 6 و 2 رو از IMDb گرفته. Wouldn't you want to get as far away from here as possible, as far away from you? We both know this isn't over. I have to go back to خب the رفقا terrified. این ویدیو ما هم تموم شد. مرسی از اینکه تا اینجا ویدیو رو نگاه کردین. دم همتون گرم. مخلص یکیه که بچه‌ای هم که دارن ویدیو رو حمایت میکنن، لایک میکنن، کامنت میذارن. مرسی از همتون دوباره و مراقب خودتون باشین چون تو این دنیا هیچ کی اندازه خودتون به درد خودتون نمیخوره. تا ویدیو بعدی مخلصتونم.